در واقع آغاز مدکار با ایده استارتاپ خدمات در محل خودرو در تابستون سال 1397 شروع شد و در زمستون همون سال خدمات و اپلیکیشن به بهره برداری رسید. فعالیت ما در قالب استارتاپ تا جایی ادامه پیدا کرد که موفق شدیم کلیه خدماتی که امکان ارائهش در محل مشتری هست و در سبد کالامون داشته باشیم. ولی متاسفانه به دلیل اینکه در اون زمان فرهنگ سازی خوبی نشده بود، ما مجبور شدیم که یک پوس‌اندازی انجام بدیم و متمرکز خدمات رو ارائه بدیم و اتفاقی که الان داره میفته، مدکار برای بار دوم داره پوس‌اندازی میکنه که شامل یه سری حذف و اضافه هایی در خدمات، لوکیشن جدید و در کل سیستم داخلی مدکار هست. با من همراه باشین که این تغییرات رو باهاتون به اشتراک بذارم.